نرخ بهره. نرخ بهره در اقتصاد ایران، منظور من نرخ بهره بدون ریسک، مثل سود سپرده یا خرید اوراق و نگه داشتنش در سررسید اون. دو نرخ بهره‌ای که در ایران نرخ بهره بدون ریسکن، بالای 30% یا زیر 20% هست. هرچی نرخ بهره بالاتر باشه پول رو در اقتصاد فریز میکنه، از چرخه اقتصاد خارج میکنه، اصطلاحاً میگیم پول تو بازار نیست، رکود ایجاد میکنه. و هرچه نرخ بهره پایین‌تر باشه پول بیشتری وارد بازارها میشه، چه بازارهای دلاری محور چه بازارهایی که مربوط به کسب و کار هاست. یکی از آیتم هایی که باید صاحبان کسب و کار دنبال بکنن روند نرخ بهره بدون ریسکه. این در چند ماه گذشته در حال افزایش بوده یا در چند ماه گذشته در حال کاهش بوده. حتی مثلا کسانی که در بورس میخوان سهام بخرن، یکی از آیتم هایی که براشون مهمه این که نرخ بهره در حال افزایش یا کاهشه. برای تحلیل بازار ارز، بازار طلا، بازار خودرو، رکود و رونق اقتصاد، روند نرخ بهره و اوراق فروشی دولت برای ما خیلی مهمه. و بالاخره نرخ بهره در کنار نرخ ارز اهمیت پیدا میکنه. قیمت دلار، عدد واقعی چقدره؟ امروز دلاری که ما در بازار میبینیم ارزان است یا گران؟ زیر ارزش واقعی خودش یا بالاتر از اون داره مبادله میشه؟ بخش قابل توجهی از ماده اولیه تولیدی در اقتصاد ایران وارداتیه. هرچی نرخ ارز روندی صعودی داشته باشه، خب هزینه تمام شده میره بالاتر. هرچی نرخ ارز باثبات‌تر باشه یا احیانا روندی کاهشی داشته باشه، به معنای ماده اولیه ارزونتریه برای اقتصاد ما، وضعیت آرومتریه. مضافه بر این که بسیاری از بازارها در ایران دلاری محورن، مثل مسکن، مثل خودرو، مثل طلا، حتی بازار بورس. با تغییر نرخ ارز و قیمت دلار میتونن بازدهی بالاتر یا پایینتری داشته باشن، میتونن مشتریان بیشتری به خودشون ببینن یا بازار آرام توأم با رکود داشته باشن.